در دنیای ماهی ها خوش آمدید. این اسب ماهی خشکیده را که میبینید رد می شود، اینها از جانورایی هستند که غذایشان در دریا پیدا نمی شود. آنها را که میبیند فقط پوست و استخوان شده است. هرچی میپالد چیزی برای خوردن نمییابد. بچه ماهی جوپانی را مشاهده می‌فرمایید که اکنون اولین بار از مادر جدا شده است تا غذای خودش را پیدا کند. در ژاپن ضرب المثلی دارد که هر که این چوچه ماهی را که در سنین جوانی است بخورد هرگز پیر نمی شود. آنها خانه‌شان را در عمق دریا می‌سازند تا وقتی که در تابستان آفتاب خیلی گرم می شود از اشعه آفتاب خودشان را دور نگه دارند. اینک مادر بیرون آمده تا دید بزند فرزندان چی کار می کند. زیر دریا واقعا دنیای بسیار پر رمز و راز است. این ماهی شگفت‌انگیز را می‌بینید با این رنگ. واقعا خداوند متعال چه چیزهایی را در دنیا آفریده است تا بزرگیشان را برای بزرگی خود را به رخ ما کسایی که در زمین زندگی میکنیم بکشد. این ماهی را میبینید که با رده‌های سیاه در پهلو خودنمایی میکند. به این میگن ماهی کله آبی که به خاطر شکل آب رنگ سرش این اسم را برایش گذاشته است. این ماهی دیگری است که خیلی شباهت به اون دارد، اما از یک نسل دیگر است. اینک بچه ها آماده است، همه با هم بازی میکنن، خوش میگذرانن در عمق دریا. زیباست، واقعا زیباست.